دوستان و رفیقان درود. میخوام با شما قصه کنم چطور من با گرجستان رفتم و چی خیل تقریبا مرا اجازه ندادن به این کشور. یک ماه پیش من با دوستم مصلحت کردیم، پلان کشیدیم و خواستیم برویم سفر به باتومی. باتومی شهر نزد دریا هست، بسیار شهره که خیلی مشهور، کازینو دارد، دریا دارد، غذاهای خوب دارد. ما از دوشنبه رفتیم اول به باکو، از باکو به تیفلیس، یعنی پایتخت گرجستان. همش خوب بود. آمدیم به فرودگاه و یک چیزی عجیب رخ داد. وقتی که دوستی من رفت اونجا جای پاسپورت رو نگاه میکنن مرز، با دوستم چند سوال دادن. دوستم اونجا بود، من رفتم نزد کارمندی دیگر و این کارمند حتی پاسپورت مرا باز نکرد. همین خیلی دید که پاسپورت تاجیکستان است، گفت که برو به یک اتاق دیگر، اونجا باید به تو سوال بکنن. و رفتم من نزد اون اتاق. اونجا چند پسرای جوان منتظر بودن و وقتی داخل اتاق شدم دو کارمندی فرودگاه اونجا نشسته بودن و پاسپورت رو نگاه میکردن. بعد از من پرسیدن که برای چی آمدی؟ گفتم برای سیاحی، یعنی کجا میمونی، با کی هستی؟ به این سوالا جواب دادم و وقتی که گفت که برای چند قدر آمدی، برای چند روز، گفتم که من حالا بلیت برگشت ندارم. اینجا اشتباه بود. پس گرفت پاسپورت ما رو، همین خیل پوشید، به یک کارمند دیگر به زن داد و در دست این زن همه پاسپورت های نفرایی بودن که میخواستن اخراج کنن، یعنی دیپارتاسیا کنن. من کمی خودم حالت شوک شدم، برای که هیچ وقت در تجربه من خیلی زیاد سفر میکردم، من هیچ وقت با چنین رفتار برخورد نشده بودم. و این زن از من پس پرسید چرا تو آمدی به گرجستان؟ و این سفر اولی من نبود به گرجستان، یعنی من به گرجستان 3 بار سفر کرده بودم. و من گفتم که من آمدم برای چند روز با دوستم و پس از اون من میخوام به یک کشور دیگر روم. و وقتی شنید که من میخوام از اینجا روم کشور دیگر، گفت اوکی، تو چند قدر همراه خود مبلغ داری؟ من گفتم در کارد اینقدر دارم، با خودم اینقدر دارم. پس از این گفت که اوکی، میتونی دیگر بروی، یعنی سرحد رو بگذری. و رفتم اونجا. نفری کارمندی که در اونجا نشسته بود گرفت پیچت گذاشت، یعنی استمپ رو گذاشت و پس گفت همین خیلی پاسپورت ما رو حواله کرد. اوکی، میتونی گذری. پس از این ما با دوستم وای گرفتیم، تاکسی گرفتیم و راننده تاکسی که خودش از گرجستان بود، گرجی بود، اون از ما پرسید که برای چند قدر شما آمدید و وقتی ما گفتیم که حالا نمیدونیم، ما بلیت نگرفتیم، بلیت بازگشت، گفت این شما خیلی خوشبخت هستید که با شما اجازه دادن که داخل گرجستان شوید. و اونجا با ما گفت که حاضر اصلا به شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان خیلی مشکل است اینجا سفر کردن، برای که زیادی آنها میآیند میمونن غیر قانونی و دیگر از اینجا میخوان اروپا بروند. برای همین همه قانونهای گرجستان خیلی سخت شده است. گرجستان کشوری خیلی مردمی خوب دارد، یعنی خیلی مردمی مهمان نواز است، طبیعت کو. اما وقتی که من نخستین بار با چنین رفتار برخورد شدم خیلی تعجب کردم. برای همین میخوام به نفرایی بگویم که شاید شما یا نزدیکان شما یا دوستانتان میخوان به گرجستان سفر کنند و شهروندان تاجیکستان هستند، حتما باید بلیت بازگشت داشته باشید، حتما از کجای مهمانخانه که شما اونجا میمونید یا یگان خانه اجاره گرفتگی از اونجا یک کاغذی باشد که تصدیق کند که شما اونجا میمونید، برای که خیلی خیلی از قانوناشون جدی شده است. به همه روز یا شب خوب آرزو دارم و تا بازدید در ویدیوهای جدیدی من.